من که فولدری دارم تو لپتاپم، عجایب و غرایب مذهب شیعه. هر چی بخواید در اینجا هست. یعنی امشب حالا چند تایی رو من خدمتتون نشون میدم. احمد جان این کتاب رو نشون بده. این کتاب هلال الشرایع هست از شیخ صدوقشون یا شیخ کذوبشون، که در این کتاب اومده یک روایتی رو آورده. اینم در ایران چاپ شده، اینم شناسنامه کتاب هست. حالا من متن عربیشو نمیخونم، فارسیشو میخونم. امام باقر علیه السلام فرمود امیر مومنان خربزه خرید تا آن را بخورد. آن را تلخ یافت و در نتیجه دور افکند و فرمود دور و نابود شو. و وی گفتند ای امیر مومنین این خربزه چی بود؟ فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خداوند از هر حیوان و گیاهی عهد دوستی ما را گرفته است. هر کدام که پیمان را قبول کرد شیرین و خوش و گواراست و هر کدام قبول نکرد شور و تلخ است. شما رو به خدا این آخوندها عقل دارن، منطق دارن. این چه خزعبلاتیه که به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن. حالا این که در مورد خربزه و نمک و میوه ها و این چیزاست. حتی کفش ها هم از دست این آخوندها در امان نموندن. حالا من یک روایتی هست اینجا خیلی جالبه. احمد جان اینو نشون بده. این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال هست، مال شیخ صدوق، همون شیخ کذوب خودشون. اینم شناسنامه‌اش، اینم در ایران چاپ شده این کتاب. در این کتاب یک روایت خیلی جالبه، ثواب پوشیدن کفش زرد. حالا من همینجا از احمد آقا و همکارانشون در بخش کنترل شبکه خواهش میکنم که سر از فردا برید بازار دنبال کفش زرد بگردید و همچنین بینندگانی که میخوان عمل بکنن به این روایت. این روایت رو از ائمه آوردن که دقیقاً از موسی بن عمر عن ابی عبدالله عن عبدالله عن حنان بن سدیر دخلت علی ابی عبدالله. بس این خزعبلات رو باز به اهل بیت نسبت میدن، به امام جعفر صادق. امام صادق که میگه نزد ایشون رفتم در حالی که کفش سیاه پوشیده بودم، به دیدن امام صادق رفتم. آن حضرت فرمودن چرا کفش مشکی پوشیده ای؟ نمیدانی 3 تا ضرر دارد؟ عرض کردم آنها کدامند؟ فدایت گردم. فرمود چشم را ضعیف کرده، نیروی مردی را کم نموده و غم و غصه می آورد. اتفاقا من امشب کفش سیاه پوشیدم. فدایت گردم. فرمود چشم را ضعیف کرده و نیروی مردی را کم کرده و غم و غصه می آورد. علاوه بر این لباس گردنکشان است. کفش زرد بپوش، کفش زرد بپوش، زیرا بدون تردید 3 تا فایده دارد. این 3 تا فایده چیه؟ عرض کردم آنها کدامند؟ فرمود چشم را تیزبین، نیروی مردی را زیاد نموده و غم و غصه را از بین میبرد. علاوه بر این لباس پیامبران است. این آخوندام که دیگه فکر کنم این گزینه دوم برای اینها نیروی مردی را زیاد میکند خیلی مهم هست، چون مشغول دریدن ناموس ملت هستن. این آخوند اینجا ببینید ایشون هم به این روایت عمل کردن و کفش زرد پوشیدن. این 2 تا بدبخت بیچاره مثل این که خبر نیستن که کفش سیاه چه ضررهایی داره. این 2 تا کفش سیاه پوشیدن. این هم یکی از عجایب و غرایب مذهب اینها. تشکر میکنم. حالا چرا این روایت ها در کتاب های اینها وجود داره؟ من در یکی از برنامه ها گفتم این آخوندها چون شیر خر استفاده میکنن ثواب خیلی زیادی داره در دین رافضه‌گری. به خاطر همین وقتی که شیر خر خورد دیگه شما توقع داشته باشید از کسی که با شیر خر بزرگ بشه و در
شیر خر بخوره دیگه غیر از خریت چیز دیگری از اون نباید توقع داشته باشید. این روایت فضیلت خوردن شیر خر هم در کتاب فروع کافی و روضة الکافی که موسوعه کتب الاربعه اینا هست از جلد 6 تا جلد 8 در این کتاب اینجا هست. من این روایت رو خدمتتون نشون بدم. در فروع کافی جلد 6 صفحه 192 اینجا باب داره، باب شیر گاو، باب الماست. این کلینی احمق فکر میکرده که در عربی یعنی همون کلمات فارسی رو یک الف و لام بهش اضافه کن میشه عربی. الماست اینجا هم نوشته باب الماست، یعنی اینجا باب فضیلت ماست خوردن است و باب شیر شتر هست و اینم باب البان الاتن، باب شیر خر. حالا جالبه ببینید که چطور توهین میکنن به اهل بیت. کسی بوده خلاصه میره پیش ابی عبدالله نهار میخوره، تغدیت معه فقال لی اتدری ما هذا، میدونی که چی دادیم به چی بودین که خوردیم؟ قلت لا، قال هذا شیراز الاتن، این شیر خالص خر بود. اتخذناه لمریض لنا، برای مریضمون آورده بودیم. فان احببت ان تأکل منه فکل، اگر که دوست داری ازش بخور. بعد در این روایت هم در مورد شیر شتر و خوردنش آورده. در این روایت هم از ابو عبدالله امام جعفر صادق روایت کرده که از ایشون پرسیده شد عن شرب البان الاتن فقال اشربها، در مورد خوردن شیر خر پرسیدن، ایشون گفت که نوش جانت بخور. بعد در اینجا هم از ابی جعفر امام محمد باقر روایت کردن که سألت عن شرب البان الاتن فقال لی لا بأس بها، اشکالی نداره، نوش جان هرچه آخوندی که شیر خر میخورن و مثل مغزاشون مغز خر میشه. یکی از عزیزان بیننده همین لحظه عکسی رو فرستادن از طریق واتساپ فرستادن. این آخوند دیگه خیلی بعدش خرابه، این زده همه چیز رو زرد کرده. دوستان نشون بدن این آخوند رو. این از بالا به پایین همه رو زرد کرده، وضعشون خیلی خرابه. تشکر میکنیم از این بیننده‌ای که این عکس رو فرستادن.